به نظر من یه فروشنده خانم بیاریم، هم لول و کلاس مغازه‌مون بره بالا، هم که کارهای مغازه رو انجام بده. چطوره؟ آره فکر خوبیه. چون بکن دیگه، مشتری منتظره. بچه اونم برده است و بیار. بگی پسر الیاس کجایی کل مغازه رو خاک گرفته؟ چاک برار. ببین داداش، ما جنسامون خیلی خوبه، قیمتامون هم خیلی مناسبه. دیگه بیشتر از این وقتمو نگیر دیگه. فاکتور کنم برات؟ دکشونم خراب. ای بابا خفه شو بابا مرتی، که من تو رو تا امشب پولت میکنم اگه پول منو ندی. مرتی که عزیزم تویی؟ عزیزم قرصاتو خوردی تو؟ بیارم واسط؟ کی میمیری راحت شم. الان میرم برد یه صبحانه خوشمزه میارم.